درود و مهر خدمت همه افرادی که دارن صدای منو میشنون و تصویرمو میبینن. تمامی کسایی که دوست دارن از خودشون تو این شرایط بحرانی و فشارهای روانی که در جامعه حاکم هستش خودشون رو حفظ کنن. قبل از شروع خودم رو معرفی میکنم. من مونا سادات معاشر، دکترای روانشناسی سلامت، مدیر و مؤسسه سلامت روان معاشر. میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چه شکلی خودمون رو از این فشارهای روانی موجود حفظ کنیم و خودمون رو تو این شرایط گم نکنیم. قبل از هر چیزی 2 سوال ازتون دارم که میخوام خودتون از خودتون بپرسین. چند نفرتون احساس کردین که دیگه مثل گذشته حوصله ندارید؟ تا الان دوست داشتی مثلا موسیقی گوش بدی ولی الان دیگه اصلا حوصله‌شو نداری؟ چند نفرتون احساس کردین که بخشی از خودتون رو گم کردین؟ خیلی افراد میشنویم که میگن که دلم برای خود قدیمم تنگ شده. من قدیما اینجوری نبودم که. دلتنگی. از خودتون این سوالا رو بپرسین و بهش جواب بدین. واقعیت اینه که در شرایط حاضر بسیاری از ما این روزها فقط با مشکلات خودمون زندگی نمی کنیم، بلکه با حجم عظیمی از نگرانی‌های جمعی، اخبار، ناامنی‌های اقتصادی، فشارهای خانوادگی و ترس از آینده روبروییم. شرایط گاهی اینقدر انسان رو درگیر میکنه که بیشتر درگیر زنده بودنه و فراموش میکنه که چگونه باید زندگی کنه. تو این مبحثی که میخوایم با هم صحبت کنیم نمیخوایم در مورد مثبت اندیشی افراطی صحبت کنیم. قرار نیست بگیم همه چی خوبه. فقط قراره در مورد این صحبت کنیم که چگونه در این روزهای سخت که همه چیز سخته خودمون رو حفظ کنیم. خیلی افراد به ما مراجعه میکنن، میگن که اعصابم خیلی خورده، دیگه نمیتونم هر حرفی رو تحمل کنم، زود از کوره در میرم. حالا این افراد به ما مراجعه میکنن، شما خودتون تو خیابون میبینید یه بوق، یه خطای کوچیک رانندگی گاهی اوقات باعث یه فاجعه های بزرگ میشه. پیاده میشن، به هم توهین میکنن، با هم دعوا میکنن، تحمل همدیگر رو ندارن. چرا این اتفاق افتاده؟ دوستان، ما انسان ها برای فشارهای بلند مدت ساخته نشدیم. ما برای بحرانهای کوتاه مدت ساخته شدیم. وقتی که شما ماه‌ها و حتی شاید سال‌ها توی دست و پنجه نرم کردن با یه بحران هستین، کم کم رشته‌های عصبی شما نابود میشه. وقتی که بلند میشی از خواب اخبار ناملایمات رو میبینی یا اخبارهای بد رو دنبال میکنی، جنگ، اقتصاد خراب، اینا رو دنبال میکنی، قبل از این که بخوای روز خودت رو شروع کنی خودت رو توی یه دردسر بزرگ انداختی، خودت رو توی یه حال بد و منفی قرار دادی. شاید کاری که میخوای انجام بدی، روزمره‌ای هم که داشته باشی، خب قاعدتاً فشارهای خودشو داره، ولی شما قبل از این که بخوای اون فشار مسئولیتایی که روت تحمل کنی، یه بار سنگینی رو همون اول صبح به خودت وارد میکنی. این چرخه ادامه داره هر روز و هر روز. حتی شبا وقتی که فکر میکنی خیلی خسته یا میخوای بخوابی، وقتی وارد رخت خواب میشی باز این افکار تو ذهنت میاد. ذهن اصلا آرامش نداره، نمیتونه بین اون چیزی که واقعیه، مربوط به خودته، مربوط به زندگی توه و اون چیزی که داری بهش تحمیل میکنی تمایز ایجاد کنه و همین باعث میشه که مدام کار کنه.
رشته های عصبی نابود میشن و تو ضعیف میشی و خیلی ها میگن که طرف دوچار افسردگی شده، ولی در حقیقت دوچار فرسودگی داری میشی، داری کم کم خودت رو فرسوده میکنی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که تو بیخواب میشی، فراموشی میگیری، اضطراب، تپش قلب، تحریک پذیری، احساس خستگی میکنی. همه اینا چیزهایی هستش که خودت داری فشار رو خودت بیشتر میبری و این اتفاقا رو خودت برای خودت رقم میزنی. میخوام اینجا در مورد یه سری نشونه ها صحبت کنم، نشونه هایی که میگه که تو داری گم میشی. ماها یه دفعه گم نمیشی، ذره ذره خودمون رو گم میکنیم. وقتی این نشونه ها رو داری میبینی، اینا برات حکم آلارم داره. صبر کن و یه بار یه زندگی رو بازبینی کن. چیزایی که دوست داشتی و ازشون لذت میبری دیگه ارزششون رو از دست داده، دیگه تو از اون چیزا لذت نمیبری، به خودت دیگه رسیدگی نمی کنی، آرزوهاتو کنار میذاری، مثلا یادت میره آرزو داشتی، فقط مسئولیتاتو انجام میدی و بیشتر وقتت صرف نگرانی هایی هستش که از حیطه تو خارجه، یعنی تو دست تو نیست. فرد زنده است اما احساس زندگی نمیکنه. چشماتون رو ببندین، با خودتون فکر کنین آخرین باری که احساس کردین که آرامش دارین کی بوده، کجا بوده، با کی بوده و مشغول چه کاری بوده.